این ایلان ماسک با این عکس ترکیبش کردم و شد این. اینم مستر بیست و سوپرمن و ترکیبشون شد سوپر بیست. برای ساخت اینجور ترکیبا اول به این آدرس میریم، توی نوار بالا دنبال اسپیسز میگردیم، روش میزنیم و توی صفحه که میاد سرچ میکنیم اینستنت آیدی و همون گزینه اول رو میزنیم. توی باکس سمت چپ چهرمون رو آپلود میکنیم و توی باکس سمت راست حالت رو آپلود میکنیم. حالتی که میخوایم همون چهره توش ظاهر بشه. میایم پایین و پرامپتمون رو مینویسیم. مثلا من نوشتم مردی که توی آسمون مریخ داره پرواز میکنه. پایینتر استایل تمپلیت رو روی نو استایل میذاریم. سابمیت میزنیم و منتظر میمونیم و دوتا عکس طبق پرامپتی که دادیم ترکیب میشن. اینجا هم مستر بیست رو با سوپرمن ترکیب کردم. پرامپت رو نوشتم و استایل رو روی نو استایل گذاشتم و اینم خروجیش. من توی این چنل سایت‌های به درد بخور رو معرفی میکنم. پس اگه چنلم به دردت میخوره سابش کن.